السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیونی سیمای شهری پنجکند منظور شماست. اینک در برنامه ما تماشا کنید. در شهر بوسونی پنجکند با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی‌های ایدانه و تنتنوی برگزار گردیدند. متوجه باشید با گزارش نخستین برنامه. هر سال سنه 24 نوامبر در جمهوری تاجیکستان روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با یک شکوه و جلال خاصه افتخار از دولتی صاحب استقلال تجلیل می شود. در شهر بوستانی پنجکند با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک راهبران، کارگران، متخصصان، هیئت راهبری مؤسسه‌های تعلیمی و شهروندان شهر و دیهات پنجکند راهپیمایی ایدانه برگزار گردید. اشتراکچیان آن از گردشگاه نزد میدان دیوشتیج تا پایه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان واقع در میدان به نام اسماعیل سامانی مرکز شهر راهپیمایی ایدانه را با بلند برداشتن پرچم‌های دولتی جمهوری تاجیکستان، عکس‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، شعار و آویزه‌های ایدانه انجام دادند. در جریان این راهپیمایی بار دیگر ما احساس نمودیم که مردم شهر و دیهات پنجکند از دولتی صاحب استقلال خویش خاصه از پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان افتخار دارند و همیشه آرزوی آن را دارند که بگذار پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه پرافشان باد. پس از به پایان رسیدن راهپیمایی اشتراکچیان آن و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر پنجکند در پایه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در یک جمع‌آمد با شکوه ایدانه شرکت ورزیدند. در آغاز این جمع‌آمد ایدانه سرود ملی جمهوری تاجیکستان طنین انداز شد. سپس در این جمع‌آمد با شکوه ایدانه نخست معاون رئیس ولایت سوخت سهیری قربانزاده با توجه حاضرین پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده را با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ارائه نمود. در پیام شادباشی رئیس ولایت مخصوص تاکید شده است که محض به شرافت صاحب استقلالی ابتکارات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید که دوام این سالها همچون رمز دولت صاحب استقلال تاجیکان در پیشتاق بناهای دولتی، نمایندگی‌های دیپلماتی، سفارتخانه‌ها و دیگر تشکیلات و کارخانه‌ها پرافشانی می‌کند و برای هر یک نماینده تاجیکستانی عزیز ما پرچم دولتی به معنای تام افتخاری بزرگ است. سهیل قربانزاده مردم شریف شهر بوستانی پنجکند را بار دیگر از نام رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش گفت و تاکید کرد که مردم شریف ولایت سوخت شهر بوستانی پنجکند و تاجیکستان عزیز روز پرچم دولتی را همچون یک روز مقدس تجلیل می نمایند و من امید میکنم که نسل‌های جوان از این پرچم همیشه افتخار می نمایند. در جمع‌آمد تنتنوی ایدانه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر تاکید نمود که ما باید از پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همیشه افتخار نماییم و سرفراز باشیم، زیرا محض پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان شناسنامه دولت و ملت ما در سراسر جهان می باشد. مردم شریف شهر و دیهات پنجکند
این جشنواره فرخنده را با آمادگی همه‌طرفه تجلیل می‌نمایند، زیرا برای هر یک ساکن دیار باستانی ما چون مردم شریف تاجیکستان عزیز و ولایت سوق پرچم رمز مقدس به شمار می رود و ما همیشه این رمز دولتداری خویش را حفظ می نماییم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش مردم شریف شهر و دهات پنجکین ولایت سوق و جمهوری تاجیکستان را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباز گفت و اطمینان داد که ما باید در پرتو این پرچم خویش برای آینده کشور عزیزمان تطبیق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و استقبال سزاوار جشنواره فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازیم. در جریان این چاره‌بینی‌های ادانه گروه خبرنگاری ما با چند نفر شهروندان همصحبت شده اندیشه‌های خویش را بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از آنها پرسان شدند. آموزگار مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 71 شهر پنجکین با مرود و تورخل. من همچنین شهروند افتخار از آن دارم که در چنین دولتی آباد و آزاد زندگانی میکنم. فقط دارم که همین پرچم تاجیکستان را در هر جا پرتلاشان میبینم یک افتخار ملی آید به پرچم داری دارم که در همه جا همین پرچم تاجیکان را متحد می سازد. از کودک خردسال سر کرده است تا کلانسالان با بدون همین گونه پرچم افتخار می کنند، خرسندی می کنند که ما صاحب پرچمیم. حتی در مسابقه ها در جمع آمدها پرچم را می بردارند، آید آن با افتخار سخن می رانند و فخر می کنند که تاجیکستانی‌اند و صاحب پرچمند. پرچم رمز آزادی، رمز آبادی، رمز خرسندی. جوانان باید افتخار از آن کنند که در همین گونه دولتی آباد و آزاد زندگانی می کنند و پرچم خود را، پرچم دولتشان را همچون رمز مقدس احترام کنند، دوست دارند و به دیگرها نیز همین چیز را ترغیب کنند، زیرا تاجیکستان را همین پرچم در جهان معرفی می کند و شهروندانش با آن افتخار می کنند. حتی از کودکان خردسال دور باغچگی سر کرده تا مکتب کلانسالان در حق در وصف پرچم سرودها از یاد می کنند. دوست می دارم، مقدس می شمارم. رنگ‌های او برای ما رمزهای افتخاری اند. بنابراین از فرصت استفاده برده همه شهروندان را دعوت می کنم که پرچم خود را همچون نشان دولتی دوست دارند، احترام دارند، مقدس دانند، برای آنکه همین آزادی، همین تنجی، همین آبادی در نتیجه کوشش‌های پیگیرانه جناب عالی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور تاجیکستان به دست آورده است. ما خدمت‌های جناب عالی را قدر می‌کنیم، نشان پرچم سرود ملی وطنمان را دوست می‌داریم، احترام می‌کنیم، مقدس می‌دانیم. در پایان این چاره‌بینی ادانه به افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اهل فرهنگ و هنری شهر باستانی پنجکین برنامه رنگارنگ ادانه نمایش داده شد. گزارش عباس همراساده، خیام جورایف، طلبشاه توشیف، اسماعیل جان خالوف و شهباز قربانوف. همیشه هم نفس با پیشوایم
در جریان سفر نوبتی کاری رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده در جمعیت دهاتی رودکی با رفتی کارهای ساختمانی و آبادانی با استقبال 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شناس کردید. با مقصد شناسایی از رفتی کارهای ساختمانی، بنیادکاری و خرمگردانی رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده با جمعیت دهاتی رودکی سفر کاری انجام داد. در دهه کلالی بخشیده به 80مین سالگرد روزنامه‌نگاری شناخته، خادم دولتی و جمعیتی، سرمحرر روزنامه صدای مردم مرادالله شیرعلیزاده با مبلغ‌گذاری و سهم‌گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent، صاحبکاران و ساکنان کارهای تعمیر و از نوسازی با مرام ادامه دارد. مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 7 دهه که نام این شخص خادم علمی ترجمان مرادالله شیرعلیزاده را دارد، رئیس شهر پنجکent با کارهای آبادانی شناس گردید. باید گفت که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و مبلغ‌گذاری صاحبکاران و ختم کنندگان این دبستان، صنفخانه‌های فنی، کتابخانه، تالاری ورزش و صحنه مکتب نیز تعمیر و با لوازمات درسی مهیا با تکنیک‌های ضروری مجهزانیده شده است. اینچنین صحنه مکتب و نیمپایکاره مرادالله شیرعلیزاده با جلب متخصصان ساحه آباد و زیبا کرده می شود. راهبریت مقامات محلی برای با صفت خوب و سری وقت انجام دادن کارها دستور داد. همزمان رئیس شهر از آرامگاه و حوله خانه پدری شادروان مرادالله شیرعلیزاده که همچو خانه موزه می باشد دیده نمود. اینجا کارهای نهایی از نوسازی و جابجاگذاری نگاره و جهازی خانه موزه وسعت می یابد. رئیس شهر پنجکent مسئولین را وظیفه دار نمود که تا تجلیل جشن میلاد شادروان مرادالله شیرعلیزاده پیش منزل هر یک ساکن کوچه و خیابان‌های دهه تازه و آزاده و آباد و زیبا کرده شود. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی پروکراتوره شهر پنجکent با ساکنان جماعت‌های دهاتی سرازم، چنار و خرمی دایر گردید. متوجه باشید با گزارش دیگری برنامه. با اقدام پروکرور شهر پنجکent مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده، گروه تبلیغاتی در قلمرو شهر و دهات پنجکent فعالیت خویش را منظم گسترش می باشد. هیئت گروه تبلیغاتی با راهبری پروکرور شهر پنجکent اسکندر رحمتزاده در هیئت سردار خدمات دولتی آتش نشانی رقم 38 شهر پنجکent باباجان امینزاده، مهندس شبکه‌های برق شهر پنجکent شاهرخ شریفوف در جماعت‌های دهاتی سراسب، چنار، خرمی با هیئت راهبری این جماعت‌ها و ساکنان آنها ملاقات‌های خیلی سودمند را انجام دادند. در این ملاقات و صحبت‌ها اساساً مسئله‌های استفاده عاقلانه نیروی برق، پیشگیری از دزدی نیروی برق و همزمان سری وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های آن، پیشگیری از حادثه‌های سوختار و دیگر مسئله‌های مبرم روز مورد گفتگو و صحبت‌های آشکارا قرار گرفت. پروکرور شهر پنجکent اسکندر رحمتزاده با ساکنان جماعت‌های دهاتی سراسب، چنار و خرمی باری دیگر تاکید نمود که ما باید همگان برای استفاده عاقلانه نیروی برق همه قانون و قاعده‌های صحوی را رعایت سازیم. با راه‌های غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق از روی قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان جزاها دارد و باید راهبران و شهروندان از این عمل‌های نادرست دست کشند. همزمان در این ملاقات‌ها سردار خدمات دولتی آتش نشانی شهر پنجکent باباجان امینزاده با توجه ساکنان جماعت‌های سراسب، چنار، خرمی رسانید که مسئله پیشگیری از حادثه‌های سوختار باید در مد اول قرار گرفت. او اظهار داشت که سوختار دهشتباری که در بازار گلستان شهر پنجکent با وقوع پیوست باید برای هر یک ما درسی سبق باشد، چون که از بی احتیاطی، استفاده نادرست نیروی برق و تجهیزات‌های برقی
غیر استانداردی ما میتوانیم با چنین حادثه ها راه دهیم. بنابراین ساکنان جماعت های دهخودی سرس، چنار، خرمی در نوبت اول قاعده های استفاده نیروی برق و واسطه های گرمایدهی را همه طرفه رعایت نمایند. مهندس شبکه های برق شهر پنجکین شاهرخ شریفوف با توجه ساکنان جماعت های سرس، چنار و خرمی اطلاع داد که مقصد و مرام ما پیش از همه تامین شهروندان با نیروی برق از روی نظام جاری شده می باشد. در خاتمه این ملاقات و صحبت ها پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده از ساکنان جماعت های دهاتی سرس، چنار، خرمی، شخصان مسئول، رئیسان جماعت ها و کارمندان مسئول دستگاه جماعت ها دعوت به عمل آورد که با مردم کارهای ترغیباتی را وسعت بخشند. برای استفاده مقصدناک نیروی برق، پیشگیری از حادثه های دزدی برق، راه ندادن به حادثه های سوختار و دیگر مسئله های مبرم جامعه سهم ارزنده خویش را گذارند. گزارش عباس همراهزاده و طلبشاه توشیف. در سود شهر پنجکت بخشیده به روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کنفرانس برگزار کردید. در تالاری سود شهری پنجکент با مناسبت تجلیل روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کنفرانسی علمی عملی تایر گردید. جمع آمد با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده. بعداً رئیس سود شهری پنجکent یونس زاده رستم پریمقلی سخنرانی نموده همگان را با مناسبت روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان شادباش گفته قید نمود که پرچم تاجیکستان هم قدم صاحب استقلالی وطنمان بوده. در برابر نشان و سرود ملی از جمله رمزها و مقدسات دولتی به شمار می رود. معاون رئیس سود شهری پنجکent عابدیان شفقت بیگ انوری سخنرانی نموده ابراز داشت که پرچم دولتی تاجیکستان صاحب استقلال 24 نوامبر سال 1992 در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی تصدیق گردید. محض همین اجلاس تقدیرساز به ادامه دادن عنعنه پرچمداری ملت تاجیک اساس گذاشت. قبول پرچم دولتی در وضعیت نهایت مرکب سالهای اولی صاحب استقلالی به مردم ما روح و توان تازه بخشیده، قوه‌های سالم جامعه را متحد ساخت و آنها را نیرو بخشید که تحت پرافشانی آن آتش جنگ تعمیلی شهروندی را خاموش کرده، قانونیت، ترتیبات حقوقی و ساختار کنستیتوسیونی را در کشور برقرار نمایند. سود شهری پنجکent محیدین زاده بزرگ مهر گفته‌های بالا را تقویت بخشیده قید نمود که در حقیقت باعث افتخار است که ملت تاجیک بعد عصرها به شرافت صاحب استقلالی از نو صاحب پرچم ملی شده تحت رهبری عاقلانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه بین المللی صاحب مقام و مرتبه خاص گردیده است. کارمند دستگاه سود فیض الله و صبرینه نیز سخنرانی نموده. دیگر اشتراکچیان نیز عقیده های خود را درباره پرچم ابراز داشته همگان را با تجلیل روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان شادباش گفتند. مورد به یادآوری است که مطابق مقررات قانون کنستیتوسیونی درباره سودهای جمهوری تاجیکستان شخصی که بار اول به وظیفه سودیت تعیین شده است در وضعیت تنتنوی در جمع آمدی سودیه ها و نزد پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان سوگند یاد می کند. پرچم ملی مایه افتخاری هر یک ساکن تاجیکستان، رمز مستقلیت دولت، حیات آسایشته، وحدت جاویدانه و امید به فردای آباد و آسوده بوده. احترام و ارج گذاشتن به آن قرض شهروندی هر یک فرد جامعیت در نزد تاریخ، نسل‌های گذشته، حاضر و آینده می باشد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالد. با مقصد بکر تامین نمودن شهروندان از طرف ریاست اگنتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکent یارمارک جایهای خالی کاری تشکیل کرده شد.
бо мақсади ба шуғл фаро гирифтани сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент аз тарафи раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар назди бозори шаҳр ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ ташкил гарда шуд. Дар он шаҳрвандоне ки корҷӯ ҳастанд хеле зиёд ҷамъ омада буданд. аз рафти ин ярмарка мазкур сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент Нигора Замониён чунин гуфт: имрӯз тибқи нақшачорабинии раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озод баргузор гардида истодааст. имрӯза чорабинӣ бо мақсади ҷалби шаҳрвандони бекор, хоса ҷавонон барои бо ҷои кор таъмин гардиданд ба касбомӯзӣ фаро гирифтан, чунин чорабинӣ баргузор гардида истодааст. дар имрӯза чорабинӣ аз ташкилоту муассисаҳое ки ҳудуди шаҳр ҳастанд, масалан тандурустӣ, сохтмон, саноат, кишоварзӣ, хоҷагии манзилӣ, коммуналӣ ва дигар корхонаҳо ҷойҳои кории холӣ пешниҳод гардида истодааст. инчунин дар имрӯза чорабинӣ ҷойҳои кории холӣ нерӯгоҳи барқии обии Роғун низ ки зиёда аз 1500 ҷойҳои кории холиро барои шаҳрвандони бекор пешкаш карда истодаем. дар натиҷа ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуданд 50 нафар, ба корҳои доимӣ ҷалб гардиданд 25 нафар ва ба корҳои ҷамъиятӣ бошад 30 нафар шаҳрвандони бекорро ҷалб карда тавонистем. дар воқеъ ҷавононе ки касбу кори муайян надоранд метавонанд ба ин боргоҳи касбу ҳунар муроҷиат намуда соҳиби ихтисос ва ҷои кор гарданд. чунин ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ бо якҷоягии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ташкил карда шуд. баргузории чунин чорабиниҳо дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ ки дар як вақт ҳамин раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент ташкилоти ибтидоии ҳизбии мо низ ба шумор меравад, мо бо онҳо ҳамкориҳои дуҷониба судманд дорем ва ҳар фурсати мусоид дар ҳамкорӣ чунин ярмаркаҳои ҷойи кори холӣ баргузор карда мешавад ва мо эътимони комил дорем ки пас аз баргузории чунин ярмаркаҳо он нафароне ки ниёзманди ҷои кор ҳастанд ва мехоҳанд ки дар ин ё он соҳа соҳиби ҷои кор шаванд, бо ҷои кор таъмин мегарданд ва ин метавонад ки дар рушди иқтисодиёти оилавиашон аз ҳар ҷиҳат кӯмак расонад. бояд гуфт ки дар маркази таълимии калонсолон аз рӯи 36 намуди касб ҳунарҳо омӯзонда мешаванд. гузориши Майсара Тиллоева ва Исмоилҷон Холов. тамошобинони азизу арҷманда, дар ҳаминҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.